انجمن نویسندگان برتر ایران ما بعد خودم دیمای 98 تأسیس کردم، مسئولیتش هم با خودم هستش و تدریسش هم خودم انجام میدم در بابرسایی یا شهرهای دیگه، استانهای دیگه و همه انجمنی هستش بین صنف‌های انجمن کشور بالای 115 تا کتاب از بچه‌هایی که خود انجمن تربیت کرده آموزش داده به چاپ رسیده در کل کشور. ما حدود 8 تا کارگاه روستایی برگزار کردیم، کارگاه آموزشی و چندین دوره آزمون‌های دوره‌ای داشتیم که از سراسر کشور بچه‌ها تونستن شرکت کنن و این دوره ارزشمند دریافت کنن و بسیاری کارهای دیگه که انجام دادیم و این کارهای بسیار بزرگ در کل کشور شد در طول چند سال اخیر. خب این دفعه خوشبختانه با حمایت‌ها و زحمات این مجتمع آموزشی آقای خواهشنا، آقای بلوزنو و همکاران دیگرشون این دوره جدید هم اینجا تونستیم یک استعدادهای خوبی به این بچه‌ها پیدا کنیم. اینجا من به بچه‌ها گفته بودم یه زمان آموزش، گفتم این تعدادی که اینجا هستیم و 20 نفر 30 نفر تفاوت داریم وگرنه 200 نفر دیگه بیرون هستن، اونا میتونستن بیان. این استعداد شماست که شما رو باید توی این کلاس نشون میده و اگر بخوایم همین مسیر رو ادامه بدیم من بهتون قول میدم بعداً صاحب اثر خواهید شد و ارزشمند میشه این قضیه، این راهی که داریم میریم. داشتن کتاب برخلاف خیلی از هنرهای دیگه بسیار ارزشمند و بسیار متفاوته. یک نقاش کاری انجام میده بسیار قشنگ و هنرمندانه است، یک فیلمساز هم همینطور، یک عکاس هم همینطور، ولی کسی که نویسنده سخت‌ترین کار داره چون همون طرح و همون تصویر همون کار باید با واژه‌ها منتقل کنه به مخاطبش. این بسیار سخته. پس کاری که نویسنده میکنه خیلی گرونتر و ارزشمندتر و خیلی سخت‌تر از بقیه هنرها و بقیه کاراست. اینکه یک پیامی رو در قالب یک فضای داستانی منتقل کنه مخاطبی که نمیدونه کجا هست. مخاطب انتخاب نمی‌کنه، انتخاب ممکنه بره اونور کشور، اونور کره زمین نره. این ماندگاری و این تاثیرگذاری متفاوت میکنه نویسنده و صاحب اثر رو با بقیه هنرها و کارهای دیگه‌ای که بخواد در سطح قرار بگیره. خیلی خوشحال بودم که این سری هم در خدمت دوستان بودم تو شهر خودم و تشکر میکنم باز مجددا. من سال گذشته مهندسی دخترانم اینجا کلاس داشتیم، خانم نیکو تشریف داشتم. من اونجا یه جمله گفتم، حالا دوستان خود ممکن به شوخی گرفته باشن، من جدی گفتم حیفه این دو تا بزرگوار با اون بزرگوار بازنشسته بشن. آدمای بسیار خوشفکر، دوست داشتنی و نگاهشون به جلوه، خیلی جلوتر نگاه میکنن. من بچه خودم توی مدرسه بود، هم پسرم هم دخترم توی مدرسه بود، شاگرده همین بزرگوارا بودن و هنوز میان ابراز ارادت میکنن، ابراز علاقه میکنن خدمت این بزرگوارا. این فضا رو ایجاد کردن. خب خیلی مدرسه تو شهر داریم ولی اینجا کاری داره انجام میشه که متفاوته با جای دیگه. من بازم ازشون قدردانی میکنم، این فضاها رو ایجاد میکنن، خیلی استعدادها کشف میشه. تو کلاس‌های گوناگونی که این عزیزان زحمت میکشن دارن حمایت میکنن برگزار میشه. زیاد وقت رو نمیگیرم چون ظاهراً چند تا بچه‌ها با کلاس دارن که با زمانی برن. تو فرمایید ما خواهش می‌کنم بفرمایید.